جگدونی دور بنده کبین در تپایی پشونی رومالی سرت جوره گلی جگدونی دور بنده کبین در تپایی پشونی این جمعی با دوم چطور از بی دستان من خاکی رهه که تو قدم میمونی این جمعی با دوم چطور از بی دستان من خاکی رهه که تو قدم میمونی آها چی جولون میکنی آسین گردون میکنی ما را جگر خون میکنی ناز و ادا و غمزه هایی بی ریون میکنی آها چی جولون میکنی آسین گردون میکنی ما را جگر خون میکنی ناز و ادا و غمزه هایی بی ریون میکنی ناز و ادا و غمزه هایی بی ریون میکنی خنده یاری نازنینم میباد بوی خوشی زلفی عبرینم میباد گل خنده یاری نازنینم میباد بوی خوشی زلفی عبرینم میباد یک بار دیگر بس هفته جو وجود بود هر گوشتی بنازی آستینم میباد یک بار دیگر بس هفته جو وجود بود هر گوشتی بنازی آستینم میباد آها چی جولون میکنی آستین گردون میکنی ما را جگر خون میکنی ناز و ادا و غمزه هایی بی ریون میکنی آها چی جولون میکنی آستین گردون میکنی ما را جگر خون میکنی ناز و ادا و غمزه هایی بی ریون میکنی ناز و ادا و غمزه هایی بی ریون میکنی روی مالی سرت جوره گلی جگدونی دور بنده کبین در تپایی پشونی روی مالی سرت جوره گلی جگدونی دور بنده کبین در تپایی پشونی این جمعی با دوم چطور از بی دستان من خاکی رهه که تو قدم میمونی این جمعی با دوم چطور از بی دستان من خاکی رهه که تو قدم میمونی آها چی جولون میکنی آستین گردون میکنی ما را جگر خون میکنی ناز و ادا و غمزه هایی بی ریون میکنی ناز و ادا و غمزه هایی بی ریون میکنی سلام مخلصان عزیز، این نوبت نیست شماره نوبتی دور اولی شو برنامه آزمونی پروین منظور شماست. امروز اشتراکچیان از هر شهر و ناحیه‌های گوناگونی کشورمان آمدند و میخوان مهارت خودشان را در 3 ژانر صنعت موسیقی بسنجند. بیایید با هر کدام آنها شناس میشویم و از هنر و استعدادشان از نزدیک با خبر میشویم. با ما بمانید. دوستان عزیز، اشتراکچی نخستین ما در ژانر وکال قربانوف سنت‌الله میباشد. بیاید از نزدیک با او شناس میشویم. سنت‌الله، درباره خودتان با ما کمی معلومات میدادید. من قربانوف سنت‌الله دانشجوی کورس سوم کالج صنعتی به نام احمد باقلوف تحصیل میکنم و پیش در این من 5 سال در مکتب موسیقی نوعی عینی تحصیل کردم. میگفتید که استادتان در این جده در جده سرانندگی کی میباشد؟
устоди ман дар ҷодаи сарояндагӣ аввалин устоди ман ин шоев Истанбул буд. Баъд аз он ба коллеҷ омадам. Дар айни ҳол Юсупов Сайфулло ва Лола Азизова мебошанд. чаро маҳз дар шоу барномаи озмуни Парвин ширкат варзида истодед? ман хостам ки маҳорати худамро дар ин жанри сарояндагӣ бифаҳмам ки то кадом дараҷа хонда метавонам, то кадом дараҷа ба мухлисон маҳқул мешавам. шуморо аллакай дар саҳна интизор ҳастанд, пас ба шумо муваффақият. ташаккури зиёд. Сунатулло донишҷӯи курси сеюми коллеҷи санъатӣ ба номи Аҳмад Бобоқуло таҳсил мекунам. суруд, ваҳдат, шеъри Саидалӣ Маъмур, оҳанги Ниёзов Сомон. тоҷи кему як дилу ҷоне як субҳи хандоне шӯлаи як моҳи шомафрӯз нури як хуршеди тобоне шӯлаи як моҳи шомафрӯз нури як хуршеди тобоне وحدتی ما اقتداری ما وحدتی ما افتخاری ما وحدتی ما اقتداری ما وحدتی ما افتخاری ما
جانی توی من باش در کبایی سبزی آزادی وحدتی ما اقتداری ما وحدتی ما افتخاری ما وحدتی ما اقتداری ما وحدتی ما افتخاری ما وحدتی ما اقتداری ما وحدتی ما افتخاری ما امید شما در کدام مکتب موسیقی تحصیل میکنید و طول چند سال است که به سرندگی مشغول هستید و استادتون در این جده کیست؟ من در مکتب پرزیدنتی شهر کلو میخونم. همه روزا بعد از درس‌های اساسی به درس‌های الهاگی رفته و با موسیقی مشغول میشن که استادی من در این جده رحمت جمعه خان میباشد. میگفتید که شما به غیر از شو برنامه آزمونی پروین در یگان آزمون و یگان چوربین دیگر شرکت ورزیدید؟ و غیر از در آزمون پروین من در چندین آزمون‌های مکتبی بیرونی اشتراک کردم که یکی از آنها در فستیوال بین‌المللی هفته کتاب بچگان رسام بود که در آنجا اشتراک کردم. میگفتید که امروز در شو برنامه آزمونی پروین در کدام ژانر میسرایید و بسیارتر به خودتان در کدام ژانر سراییدن پسند است؟ در اصل با من در ژانر خلقی خواندن مخصوص است، اما امروز میخوام که استعدادی در ژانر استراد خواندن خود را با اعضای حکمان نشان دهم. پس ما به شما موفقیت میخواهیم. شما را که در صحنه انتظار هستند. به شما موفقیت. تشکر زیاد. من میرزای فومیجان خواننده صنف نوی مکتب پرزیدنتی شهر کلاب. سرود درباره زبان، شعر شاه محمد شاه مرادوف، موسیقی رحمتوف جمعه خان. بدان که پایه دولت زبان است، بقا و هستی ملت زبان است. بدان که پایه دولت زبان است، بقا و هستی ملت زبان است. بفخرم زان که ما صاحب زبانه، زی نسل خلق پاکی آریانه. بفخرم زان که ما صاحب زبانه، زی نسل خلق پاکی آریانه. زبانی تاجیکی تاجی زبان هاست، زبانی فهم و شعر و داستان هاست. زبانی تاجیکی تاجی زبان هاست، زبانی فهم و شعر و داستان هاست. زبانی ما زبانی نظمی بالا، زبانی دلنشین است و گوارا. زبانی ما زبانی نظمی بالا، زبانی دلنشین است و گوارا. بدان که پایه دولت زبان است، بقا و هستی ملت زبان است. بدان که پایه دولت زبان است، بقا و هستی ملت زبان است. بفخرم زان که ما صاحب زبانه، زی نسل خلق پاکی آریانه. بفخرم زان که ما صاحب زبانه،
زبانی رودکی خیامی نامی زبانی سعدی و حافظ و جامی زبانی رودکی خیامی نامی زبانی سعدی و حافظ و جامی روانی این بزرگان را میازار زبان پاک نیکو را نکندار روانی این بزرگان را میازار زبان پاک نیکو را نکندار بدان که پایه دولت زبان است بقا و هستی ملت زبان است بدان که پایه دولت زبان است بقا و هستی ملت زبان است بفخرم زاکی ما صاحب زبانه زی نسل خلق پاکی آریانه بفخرم زاکی ما صاحب زبانه زی نسل خلق پاکی آریانه زی نسل خلق پاکی آریانه من قیومов میرسایی دانشجوی دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان میباشم. از 14 سالگی این جانب من همین در ژانر فلک بیشتر سرودها میخواندم تا حاضر سرودها میخوانم. چطوری که ما دیدیم شما در تمرین ها یعنی در ژانر استراد سرایید، شما که در ژانر فلک خودتون میآموزید چرا در محض در ژانر استراد میسرایید؟ برای که من بسیار تر شعرهای سرودهای احمد ظاهری را گوش میکنم. احمد ظاهری بیشتر به من معقول است برای که بیت‌های پر مضمون میخوانند. من بیشتر بیت‌های احمد ظاهری را میخوانم. میشود که یک مصرع سرودتان را با ما زمزمه نمایید؟ در دشت بدم که پیری 100 ساله گذشت در دشت بدم که پیری 100 ساله گذشت 100 سوز و فراق در ننالیده گذشت گفتم بابا چی داغ در دل داری گفتا بلم عمری جوانی بیگذشت گفتا بلم عمری جوانی بیگذشت یوری. خوب تشکر زیاد، شما خیلی آوازی فورم دارید. باوری دارم که در شو برنامه آزمونی پروین غالبیت را به دست میارید. تشکر زیاد. من قیومов میرسایی دانشجوی دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان. نام سرودم تابا چونین بادا. شعری مولانا عبدالرحمن جامی، آهنگ احمد ظاهری. مشوق بسامان شد مشوق بسامان شد تا با چونین بادا کفر شمع ایمان شد تا با چونین بادا مشوق بسامان شد مشوق بسامان شد.
بسامان شد. تشکر زیاد برای برآمدتون. قربانов суннатулло ягон порчае месароидед авҷи баланд дошта бошад ё ки овози шумо нишон тияд. аз чӣ сабаб ки барои ман шахсан интихоби суруди шумо фикр дорам ки он қадар писанд наомад. ба фикрам ки ин суруд барои озмун нест. ин суруд гӯем танҳо барои сароидан дар саҳна ё ин ки дар телевизион аст. хоб барои ҳамин ягон суруде ки шуморо камтар мекушояд барои мо. марҳамат. سراپاهی سوزانم خدایا، پریشانم خدایا، در این مهنت سراپا غصه و غم، به درگاهی تو نالانم خدایا، در این مهنت سراپا غصه و غم، به درگاهی تو نالانم خدایا، نمانده عقل و انصاف به مردم، زی مردم من گریزانم خدایا، شدم نادار و ماندم زیر تنم، چی سازم من که انسانم خدایا. تشکر. مرحمت میرزای فومه جون. تاجیکستانی بزیبم ملکی آبادم، ملک پر فیض و سخاوت ملک آبادم. تاجیکستانی بزیبم ملکی آبادم، ملک پر فیض و سخاوت ملک آبادم. وحدتت را دوست دارم دوست دارم دوست، به تو من هستم جگر خون با تو من شادم، به تو من هستم جگر خون با تو من شادم. گل گل افشانی دل از تو کندن آسان است، آن کی قدرت را نداند شاید انسان است. گل گل افشانی دل از تو کندن آسان است، آن کی قدرت را نداند شاید انسان است. در حقیقت دیاری وحدت آبادم، غم گسارت هیچ کس شد نوری رحمان است. تشکر زیاد. خیلی خوب میرسای قیومов یک پارچه میسرایید. فلک میشود. فرق ندارد. دردش بدم کی پیری 100 ساله گذشت، دردش بدم کی پیری 100 ساله گذشت، 100 سوز و فراق در ننالیده گذشت. گفتم بابا
در دل داری گفتا بلم عمری جوانی بیگذشت گفتا بلم عمری جوانی بیگذشت یاره. تشکر. قربانов سنتالله. عموما من فکرم که شما با من راضی میشوید که در یکم سرودم در دویم سرودم ناجوری ها زیاد بودن. خب باز هم میگویم که انتخاب سرود شما زیاد گوش کنید سرانده های نه تنها تاجیک بلکه خارجی یا اینکه افغانی ایرانی فرق ندارد. این یک اینفورماسیون یعنی که این یک چه گپ زدم کشاد کردنی دید شما در جاده صنعت خب زیادتر کردن در کار. خب این توصیه من است و شاید که اگر یگان سرود دیگر انتخاب میکردید خود رو دیگر خیلی نشان میدادید. خب در بابت میرزایف امید جان شما یک تمبری شیرین دارید آواز شیرین دارید لیک در یکم سرود شما آخر کلمه رو شما میبریدید در نقرات یک پارچه رو میسرایدید نقرات رو بدان که پایه دولت زبان است. خب انا بدون که پایه دولت زبان است یعنی که شما با ما میفهمونید که بدون که پایه دولت زبان است با گوش من میومد بدون که پایه دولت زبان است نمیشنوی. برای همینم این نازکی رو کار کردن لازم. توصیه من این است که کمی زیادتر کار کنید. استادتون هست؟ خب با استادتون همین در همین بابت کار کنید. خب لیکن آواز شیرین دارید. فکر دارم که آینده خوبم دارید اگر کار کنید. خب اکنون باشد میرسعید قیومов من عموما هم انتخابی سرود اول گویم که خب پسند اومد هم اوج داشت هم نیم اوج داشت هم دیگر جایم بود که شما از عهده این سرود برآمدید با فکر من لیک در اول شما در هیجان بودید من این حس میشد کوشش کنید در آینده پیش از برآمد یک گویم که همین هیجان رو با دست خود گیرید و با صحنه الکه تیار برای لیک برای من پسند آمد. نمیدونم دیگر دوارون چی میگویند لیک با دل من نزدیک شد. تشکر برای سراییدنتان. حالا جوان هستند همش در پیش است کم به جرأت هستید میترسید که خطا میکنید یا میگم خیلی معلوم است در صحنه وقتی سراییدنتون معلوم است این همش میشود برای اینکه حالا جوان هستید زیاد کار کردن در کار تمبرهایتون بسیار خوب است هم از شما سنتالله و امید جان تمبرهای خوب دارید هر خیله و خوب در صحنه باید چخیل خود رو حرکت صحنوی باید باشد. گفتی ظفر جان که من فقط میگویم که باید هر یک سرود خواندگیتون رو حس کنید با ما فهمونید. مثلا ما آدمای خارجی هستیم ما تاجیکی رو نمیفهمیم لیکن شما با همه حرکت هایتون با میمیکاتون با آوازتون باید هم خیلی فهمونید که ما میفهمیم که شما درباره تاجیکستان میخونید شما درباره زبان میخونید. انا همین رو نمیبینم لیکن کار کنید شما آینده خوب دارید هر دوی شما. میرسعید جان الکه یک برآمدشون به صحنه یک ابرازی صحنوی برآمدند یک قامت یک سرود رو سر کردن با میمیکا با ما فهموندید که شما درباره چی میخونید. خوب کمی از این دو درکان که از موسیقی زیاد میبرآمدند میدونم که از هیجانم میشود زیاد برای که خودمون هم میسرایی میدونیم همین رو وقتی که در هیجان باشی کمی از موسیقی میبرایی و معلوم میشه. سنتالله جان به موسیقی هم از
موسیقی میبر اومدید لیکن کار کردن در کار برای که این تمبر آوازی که شما دارید با مزه است. با شما موفقیت. سلامت باشید. تشکر. با من بسیار معقول شد. میرسعید آواز خوب داشت، در صحنه هم آزاد بود. با امید جان گفتنی هم که صحنه برآمدی قامت عروس کده سرود خوان، خیلی یکم ترس چی نباشه. میله خیلی انشالله آینده خوب میشه. من با شاگردمو سنت الله جان از موسیقی کمتر آوازتون فرقیت داشت، کمتر میبرامده هم چیزاش معین بود. مقصد خیلی آینده نظم میشه انشالله خوبه. برای کار شما دارم. تشکر. خب اکنون باشد بیایید با آوازدهی شروع میکنیم. یکم باها با قربانов سنت الله. خب اکنون باشد با میرزایف امید جان آواز میدهیم. خب اکنون آوازهای ما با میرسعید قیومов. از برآمد خودتون راضی هستید؟ یعنی به خطاگی راه دادید؟ من از برآمد خودم راضی ام، نه که از بهای داوران من خیلی ناراضی ام. برای چی؟ برای که من خوندم تو چند قدر میتونستم خوندم و بهای داوران راضی نیستم. من اول پیش از برآمد کمتر هیجان داشتم و کمتر از مینوس برآمدم و بعد از اون کشوده شده و خوندم. از بهای کمانها راضیم. من از برآمد خود راضیم، اما در خطای اولین من این بود که من در انتخاب سرود به خطاگی جدی راه دادم، اما از خواندن آن راضی بودن. فقط به من توصیه دادن که یکم سرودی خوبتر رو انتخاب نمایم. خوب تشکر زیاد. البته که رو افتادن نمیشویم، زیرا که SMS پیامک ها هستند و مخلصان میتونن که با شما SMS پیامک ها یعنی آواز دهند و در صورت زیادی آواز گرفتن البته که به دور نوبتی راحت میبید. موفقیت ها به شما خواهانیم. امیدواریم که در دور دوم وا میخوریم. نسیم میگفتید که شما در کدام مکتب تحصیل میکنید و به نواختن اسباب ضربی طوری چند سال که مشغول هستید؟ من اسلاف نسیم جان، خواننده صنف دومی مؤسسه تحصیلاتی رقم 1 شهر کلوب می باشم. من طول 1.5 سال می شود که در مکتب موسیقی بچگانه رقم 1 شهر کلوب تحصیل می کنم در نزد استادم عثمان فروخ. برای من تمام نوزوکی‌های این اسباب ضربی تبلک را می آموزاند. من بعد از درس‌هایم هر روز رفته 3-4 ساعت در آنجا مشق می کنم. میگفتید که با غیر از نواختن اسباب ضربی از هوده یگان نواختن اسباب دیگر میبرید؟ بله، اسباب‌های ضربی را به خوبی نواخته میتوانم، اما اسباب‌های نفسی را هم میتوانم. شما که اسباب‌های نفسی را نواخته میتوانید، چرا محض در شو برنامه آزمونی پروین با اسباب ضربی مینوازید، یعنی اشتراک می‌ورزید؟ برای آنکه بسیارتر برای من همین اسباب تبلک معقول است و من میخوام هنر خودم را برای داوران مخلصان
тамошобинон пешкаш намоям. چه خیلی میدونید شما در ژانر نوازش اشتراکچی نخستین میباشید. شما را علاقه در صحنه اعضای حکمان انتظار هستند، پس ما با شما موفقیت میخواهیم. سلام، من نسلوف نسیم جان طولی 2 سال می شود که در مکتب موسیقی بچگانه رقم 1 شهر کلوب تحصیل میکنم. میخواهم که هنر خودم را برای شما پیشکش نمایم. ابوبکر درباره خودتان با ما کمی معلومات میدادید. من اتخونوف ابوبکر 8 ساله هستم و من در مرکز کودکان و نورسان شهر دوشنبه مشق میکنم و استاد من روی بفنایی میباشد و من طوری 5 سال قریب 5 سال میشود که من در مرکز کودکان و نورسان شهر دوشنبه مشق میکنم. میگفتید که با غیر از اسباب ضربی با یگان چیزی دیگر شوق دارید؟ به سرایندگی، به نوازندگی یا به رسم کشی با یگان چیز دیگر شوق دارید؟ به رسم کشی شوق دارم. به رسم کشی شوق دارید ولی در شب برنامه آزمونی پروین با اسباب ضربی میبرید، همینطور نه؟ بله. پس ما با شما موفقیت ها خواهانیم، امیدواریم غالبیت را به دست میارید. توضیح. تشکر. السلام علیکم، من اتخونوف ابوبکر در مرکز کودکان و نورسان شهر دوشنبه با اسباب‌های ضربی مشق میکنم.
من روزه سلیمان از ناحیه تیمورملیک آمدم و میخواهم در این آزمون پروین جای یکم را اشغال کنم. میگوید که استادتان در ژانر نوازندگی کی میباشد؟ سفر و حسن. یعنی استادتان سفر و حسن میباشند. به شما نواختن اسباب ضربی مشکل نیست؟ نه مشکل نیست. پس به شما موفقیت میخوایم. شما را لکه در صحنه انتظار هستند. به شما موفقیت. تشکر. السلام علیکم. من روزه سلیمان از ناحیه تیمورملیک. خب فکر دارم که اول متخصص سخن میکردن. پس از اون باز ما فکر خود رو میگوییم. یک کلمه هست که دوست داشتن میگن ده. این مقصد صدقاً همین کسب دوست داشتن نکنه. صدقاً وقتی صدقاً دوست داشتی همون ضربایی که هست باک و بوم همین خوشو میبروه. برای آینده باید خیلی تمرین کنی. خوبه سوزه بچون ناز برآمد کردم. خب تشکر. معلومات سخن دارید؟ همین اسباب شما امی در توی، در بزم، در صحنه، در کجای باشد یکم باید آوازی اسباب شما براید. برای همین در ضرب شما هم رقاصه رقص میکند، هم حافظ سرود میخواند. شما باید همه خیل نوازید که از همه زیاد شما را شنوند. من حاضر فقط ابوبکر را میبینم که یک علاب دارد، یک علابی دایره زنی دارد و تبلک زنی دارد. شما خوب می نوازید، خوب، لیکن همون علابک نمیرسد به شما. نکی صحنه زیب استید. به شما موفقیت. چی بهای به شما میمانیم، به دل نگیرید، نکی کار کنید. مایلش همین گپایی که حاضر استادو همین جه به شما گفتن، همین ها رو باید به خود قبول کنید و بسیار کار کنید. برای اینکه این یک اسباب ملی ما هست. برای همین شما باید زیاد کار کنید. شما با ما به صحنه بزرگ تاجیک بسیار در کار هستید، مهم هستید. فهمیدید؟ با بها اینقدر نگاه نکنید. بها اگر پستر رفت یعنی که باید من بسیارتر کار کنم. بها همین رو گپ میزند. مایلش؟ خب سلامت باشید. خب تشکر. با من باشد هر سه شما پسند اومدید. از همون من هم آدم میگویم که در صحنه باید که ارتیستیزم باشد، یعنی که فرق ندارد تو نوازنده هستی، سراینده هستی، رقاصه هستی، باید که همین که شما کار کند، یعنی که روی هم حرکت دست یا اینکه نگاه کردن. با من همه هر سه شما
ҳам навохтанатон, ҳам мимика, ҳам артистизматон писанд омад. Барои он ки ман ба ҳамаи шумо 10 мемондам. Лек афсус мумкин нест. ва тавре ки маълима гуфтанд, ба баҳо аҳамият наметиҳем. Ин гӯем ки нафаре мегузарад, нафаре бо овоздиҳӣ мегузарад. ин ҳам ҳаст дар оянда. Барои ҳамин ба ин аҳамият наметиҳем. Дониста гиред ки ҳоли шумо хурдсол ҳастед, ояндаи шумо дар пеш аст. таври маълима гуфтанд кор кардан лозим, кор кардан, боз ҳам кор кардан. ҳама дам, ҳар як дақиқа, сония шумо бояд ки дар фикри ҳамин касби худатон бошед. барои оне ки ин касби шумо, яъне ки навохтани доира, асбобҳои зарбӣ дар мусиқӣ асосӣ аст. фаҳмидед? ва ба шумо муваффақият. акнун бошад ба овоздиҳӣ оғоз мекунем. якум ба Насруллоев Насимҷон. خب دویوم Отахонов Абубакр. خب اکنون باشد ریزویف سلیمان. شما خردکک هستید، میگفتید که هنگامی برآمدن در دلتون ترس نداشتید؟ نه. خب میگفتید که در آینده این کسب نوازندگیتون رو دوام دادنی هستید، یعنی استاد این ساحه شدنی هستید؟ بله، من کلام نشم معلم میشوم. شما؟ سرباز. تشکر زیاد. شما؟ کسبم رو ادامه میدیم. پس ما رفت دادن نمیشویم چون که با ما SMS پیامک ها میدهند. البته که توسط SMS پیامک ها با دور نوبتی را ختم می‌یابید. امیدوارم که شما رو باز در دور دوم بینیم. تا بازدید. تشکر زیاد. دوستان عزیز، اشتراکچی نخستین ما در ژانر رقص رجب و ادیبه میباشد. بیاید با ادیبه از نزدیک شناس میشویم. ادیبه میگفتید که طولی چند سال است که به رقصیدن مشغول هستید و استادتون در این جاده کی میباشد؟ من خودآموز هستم و از خردسالی به رقصیدن شوق و ذوق بسیاری داشتم و من در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 43 ناحیه عینی دهه زندگان در صنف ششم تحصیل میکنم و من طریق تلویزیون ها آزمون پروین را دیدم و من آرزو داشتم که به آزمون پروین آیم و در این آزمون شرکت ورزم و امروز من به آرزوی خود رسیدم و از این خیلی هم خوشحال هستم. میگفتید که شما در شو برنامه آزمونی پروین کدام رقص را اجرا می‌نمایید؟ من در آزمون پروین رقص چوپانچه را اجرا می‌نمایم و بعد از رقص چوپانچه هم رقص اطلس بار. حالا میدونید که شما اشتراکچی نخستی میباشید، شما را علاقه در صحنه داوران انتظار هستند. میگفتید که در دلتون ترس یا هیجان ندارید؟ نه، چون من در دوری گذریش به خود ترس و هیجان نداشتم. من در دوری اول نیست به خودم ترس و هیجان ندارم. پس به شما موفقیت. امیدوارم که غالبیت را به دست میارید. تشکر زیاد.
ادیبه، خواننده صنف ششم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 43 ناحیه عینی دهه زندگان می باشم. ман давлатова шоҳона хонандаи симсеи мактаби бачагонаи санъати ноҳияи муминобод. тӯли 3 сол мешавад ки ман ба рақсидан машғул ҳастам. шоҳона мегуфтед ки устодатон дар жанри рақс кӣ мебошад? ман худомӯз ҳастам, ман устод надорам. чӣ тавре ки медонед шоҳ барномаи озмуни Парвин бисёрам як озмуни ҷиддӣ мебошад, яъне аъзои ҳакамон дар он ҷо эродҳо мегиранд. Медонед ки бе устод намешавад, яъне шумо бо тайёрӣ ҷиддӣ омадаед? албатта. рақсатонро тӯли чанд сол ё чанд вақт шудааст ки рақсатонро тамрин мекунед? рақсам миллӣ мебошад ва тӯли 3 моҳ мебошад ки ман бо ҳамин рақси миллии худам кор мекунам. пас мо ба шумо муваффақиятҳо хоҳонем. аъзои ҳакамон шуморо интизор ҳастанд. ба шумо муваффақият. ташаккури зиёд. давлатова шоҳона хонандаи симсеи мактаби бачагонаи санъати ноҳияи муъминобод.
تایی اطلس باشد زیبی دختری تاجیک رو تایی اطلس باشد چشمی همه به سویش دایم در حوث باشد چشمی همه به سویش دایم در حوث باشد در تنش اطلس باشد Say something, that silence is killing me. Say something, I know the truth is gonna get my heart broken. Can't believe that you don't really feel nothing, yeah. میمونی تو همیشه تو یاد من میدونی من میمیرم بدون تو بدون تو Se fue, I would never leave her. So por qué se fue? Mira, 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 mire شب و روز بهونه میگیره میره من بی تو میمیرم یگان تا شما استاد ندارید نه آفرین به شما استاد ندارید اگر استاد داشته باشید شما میل خوب دارید و میبینم که میخواهید رقص کنید لیکن خواهان آنم که یک استاد پیدا کنید و با شما کار کند انا در یکم رقص من دیدم شما همین یک چرخ ها رو میکنید آنها رو نمیتوانید باید آنها رو شما باید نمیکردید در بالای همین حرکت ها زیاد کار کردن در کار از راه دور رایون های دوردست آمدنتون تشکر زیاد به پدر و مادرتون این خواهرک عزیز رقص استرادی رو کردید لیکن این رقص هم نبود این رقص نبود اصلا رقصی با گیمناستیک قریب است آنجا حرکت های بسیار دشوار هستند بچه جان انا وقتی که میبینید در تلویزیون زیاد نشون میدهند چقدر آنها رقص میکنند این خوب است که شما با رقص های خارجی هم میل دارید این هر کس نمیتواند این رو ما دخترکان شرق هستیم ما همه طرفه باید توانیم لیکن کار هر دویتان باید کار زیاد کنید حسنتان زیبا با حسیات رقص میکنید میبینم با شما موفقیت هم ارودورم هم تعریف کردنی خب تعریفم در چیست؟ تعریفم در اون است که در حقیقت شما صمیمیت بود با میمیک کار کردید شما این معلوم است علاقه در یکم رقصم خب در دویم رقصم لیک در حرکتاتون من یگان چیزی گویم که یگان احساسات رو حس نکردم برای شما برای اونی که با آزمون که وقتی وارد میشوید البته که با تیاری زیاد اومدن لازم و تیاری رو با استاد میکنن خب موفقیت به شما اکنون با آوازدهی میگذاریم رجب و ادیبه در اول است مرحمت باشد دولت و شاهانه
میگوید که شما از برآمد خودتان راضی هستید؟ البته از برآمد خودم راضیم، راه افتاده نیستم. من نیز از برآمد خود راضی هستم. خب میبینید که به معلمگی شما در صحنه حس شد، یعنی به شما رقصیدن در آنجا دشوار نبود، یعنی مشکل نبود چون که شما استاد ندارید، به شما مشکل نبود برآمد کردن؟ البته دشوار بود. اگر ما معلمه می داشتیم باز مهارت خود را صیقل می دادیم و کمبودی نمی کردیم. من هم همین طور. اگر ما معلمه می داشتیم ما باز هم در صحنه یعنی خوبتر رقصمان را اجرا میکردیم، ولی از سبب که معلمه نداریم ما چنین رقص کردیم. خب البته که ما رفته دو نمیشویم برای که SMS پای ماکو هستند و مخلصون باش ما آواز میدن و هنگامی آوازی زیاد گرفتن به دور نوبتی البته که راحت میابید. امیدواریم که شما رو در دور دوم باز با شما واخوریم. تا بازدید. تشکر زیاد. پروین دنیا با هم شود رنگین، ما این آینده سازی وطن روشن و مثل پروین دنیا با هم شود رنگین، ما این آینده سازی وطن روشن و مثل پروین. شود رنگین، ما این آینده سازی وطن روشن و مثل پروین. وطن جهان و جانی ما، وطن دل و زبانی ما، ترانه خوانی کشوره وطن، ترانه خوانی ما، وطن جهان و جانی ما، وطن دل و زبانی ما، ترانه خوانی کشوره وطن، ترانه خوانی ما. پروین دنیا با هم شود رنگین، ما این آینده سازی وطن روشن و مثل پروین. دنیا با هم شود رنگین، ما این آینده سازی وطن روشن و مثل پروین. نمایش امروزه ما به انجام رسید. باوری داریم مهارت اشتراکچیان به شما پسند آمد، ولی این هنوز انجام دور اول نیست. در نمایش های آینده با هنر و استعداد دیگر اشتراکچیان شناس خواهیم شد. بالای پروین بمانید، زیرا پروین معرفگر استعدادهای نوین است.